اعلان یک آزمون با خزینه 1 میلیون سومونی یا 100,000 دلار آمریکایی تاجران جوان را که دهها ایده و ظرفیت‌های انسانی دارند خوشحال کرده است. این آزمون می‌تواند راه جوانان صاحبکار را به تجارت باز کند. این آزمون را شرکت 55 گروپ و کلوب صاحبکاران جوان اعلان کرده است. لایحه استارتاپستان ماه دکبر سال گذشته راه اندازی شد و تا یک هفته دیگر ادامه می‌کند. در این آزمون بیزنس پلان های قبول می‌شوند که بازار تاجیکستان به آن نیاز دارد. پروژه‌ای که الکی در صدد عملی سازی هستند یا اینکه الکی شروع کرده هستند و با یک دستگیری ایلوگی نیازمند هستند، همین گونه لایحه را جلب نمایند، مبلغ گذاری کنند به خاطر اینکه یک لایحه اینوواسیونی جدید در بازار تاجیکستان وارد شوند. لایحه استارتاپستان از سوی چند شرکت تجارتی داخل کشور روی دست گرفته شده، 1 میلیون سومانی هم از سوی صاحبان این شرکت ها پیشنهاد شده است. محض به واسطه تشکیل این آزمون ها ما امکان میدهیم برای جوان ها که اینها ایده های خود را، همون ظرفیتی که دارند اون را برای رشد کشور ما عملی سازند. کارشناسان میگویند صاحبکاری در تاجیکستان بحران مالی و یک دوره مشکل را پشت سر میکند و اعلان آزمون ها و پیشنهاد چنین لایحه ها میتواند برای موفق شدن تاجران جوان مساعدت کند. ظاهر 4 سال پیش با چند دوستش بازار تجارتی تاجیکستان را تحلیل کردند و به خلاصه رسیدند که میتوانند برای رشد دیگر همکسبانشان کمک کنند. بیزنس کنسولتاسیا ما داریم. میشه که صاحبکار ما خارجه بازارشون فقط در تاجیکستانه، خارجه وای کردن میشوند، وارد در بازار در آسیا مونک در دیگر دولت‌ها ما فیرمایی که اینجا کار میکنیم ما یاردم میکنیم برای اکسپورت کردن مالشون. ظاهر حالا 8 کارگر دارد. برای کسانی که میخواهند تجارت کنند مشورت میدهد. با شرکت‌های بزرگ برای صادرات مالشان به بازارهای منطقوی و بین‌المللی کمک میکنند. با گفته این جوان اگر زمانی شروع کارشان چنین لایحه‌ای وجود می داشت می توانستند موفقیت‌های از این هم بیشتر را به دست بیارند. وقتی که ما بیزنس کردیم ما دام 100,000 سوم در کار بودم. اولین بیزنس کمون کردم خیلی تانکسی کشیده بودم. اینترنت پرابلم، آفیس سازی ما کم تا قیمت مثلا آفیس دومی و مبل خریدن قیمت میشه. این جوانان که الکی مرحله استارتاپ را پشت سر کردند از وجود همه گونه اعلان و دستگیری ها برای جوانان صاحبکار استقبال میکنند. تا جایی که من گروه 55 رو میدونم آنها نه اینکه ایده بلکه شخصیتی کار کرده میتوانستگی میکوبند. همون است در کمبودی مشکلی بازار تاجیکستان. نه اینکه ایده ای که تنها ایده خالی است بلکه ایده ای که کمی هم باشد در عمل تجربه شدگی باشد. این رقمایی که ما در پیشنهاد کردیم رقمای خوب نیستن. برای همچون استارتاپ رقمای خوب هم مثلا یک شانس ایده استفاده بکنن. اما توصیه میتونم مثلا بیزنسشون پیش یوریستا و طرز یوریستی شوتیست پیش فینانسیستو بران چون چند قدر که بیزنس ایده وای مفکور وای پرا داشته باشم قدر موفق شدن در اون پروژه بالاتر میشه. ظاهرا نهادهای دولتی و سازمانهای جمعیتی در یک سال اخیر به ترغیب صاحبکاری و بالا بردن معرفت مالیوی مردم بیشتر مراغ ظاهر کردند. در چند سال اخیر صدها شرکت‌های خرد و میانه که به بیزنس سر و کار داشتند بنابر گرانی مالیات و تفتیش‌های با تکرار مقامات دولتی از بازار بیرون شدند. مبتکران لایحه استارتاپستان به این باورند که از طریق این آزمون جوانان لایحه‌های خود را عملی می‌کنند و در آینده صاحبکاری موفق می‌شوند.